این چهره آشنا و این سیمای نورانی به اکثر علاقمندان و هواداران برنامه‌های تلویزیونی و گفتارهای رادیویی آشناست. اسکندر میرزویف حیات خود را صرف کار این درگاه نموده از کارگر عادی تا در مقامات رهبری کننده کمیته تلویزیون و رادیو فعالیت نموده است. همیشه در پی تکاپو و ایجاد است. در مرکز ملی صنعت‌های اودیوویزوالی کمیته تلویزیون و رادیو او را همیشه مشغول کار می‌بینید. هم با استادان ساحه و هم با کارمندان نوراه این جاده مصلحت‌ها می‌دهد. کارمندان این مرکز از آن می‌بالند که در جلب متخصصان، فراگیری تعلیم و گذرانیدن مشغولیت‌های فنی اسکندر میرزویف همراهشان فعالیت می‌کند. اون کس نسبت کار نهایت شخصی سرطلب، جدی، نهایت پاک وجدان، نه تنها در کار. اون کس اویدی من این سلامتی، روزگار، زندگی، اطراف این چیزها سخن میگوییم. من میبینم که نسبت عائله خود، نسبت فرزندان خود، نسبت نبیرگان خود نهایت پدر مهربان، بابای غمخوارن. محض همین سرطلبی، توجه به کادرهای جوان، هدایت راست آن کس بود که ما شاگردان نسبت کار خود یک مهر و محبت زیادی پیدا کردیم. به کار خود صادق ماندیم و من شکرانه طی نصیب باشد 30 سال می شود که در یک کارگاه کار میکنم. از رهبریت کمیته می‌ندارم که من لایق دونستن لازم دونستن در اینجا ماندن. دیگه اینکه در 50 سال اگر یک کلمه گیرم که یادم الکی 50 کلمه گویا درباره تلویزیون میدونم. من به قریبی بچه‌ها رو گفتم که بیا منم یک خودم سنجم ژانرهای تلویزیونی در بچه‌ها کمتر یک ماه درس هم دادم بینم که بچه‌ها بسیار با یک شوق و رغبتی چی میگن، چون که من در اونجا خیلی اون چیزی که در حیات دیدم و در همون وای دارم. در اینجا وقتی که میام من مثلا در خونه میشینه زیغ میشه، در اینجا میام یک شناسه میبینم، دیگر شناسه میبینم، یا یک کس یک چیز میپرسه، یک مصلحت میتیم، یک مثلا یک حجتی هست که همونا برای یا حکومت تیار کردن در کار یا که برای کمیته تیار کردن در کار همونا مصلحت میتیم یا میشته به واسطه خودم مینویسم. انا همین چیز هم خودم هم لذت میبرم. دشواری‌های آوان نورسیش را که به زمان جنگ بزرگ وطنی راست آمده بود همیشه به یاد می‌آورد. پیشبرد روزگار و تحصیل علم به آسانی به دست نمی آمد. حاضر بعضا تلویزیون بهارستان بچه‌ها رو تماشا میکنم. دوره بچگی من به یاد میارم چون لنته از پیش نظرم میگذرد و مقایسه میکنم بعضا. خیلی دوره تلویزیون اون طرف است مثلا در ساحه همین کشاورزی، در ساحه که ما را میخوراند و میپشاند، در همین ساحه یک آلات‌های عادی‌ترین کاری نبودن. مثلا من یاد دارم ما از کوهستان غرم وقتی کوچیده به ناحیه کوی سابق ناحیه کوی بشو حاضر عبدالرحمن جامی آمدیم. اینجا یک نیستان بود. من به این گفتنی هم که در بین همون زمینایی که حاضر باغ و راغ و پخته و بتون به یک چمنزار تبدیل یافتن، همه تو خیستان، همه جای گشتی گردی گرگ و شغال ها بود. یا گاب چراب میدادیم یا تراکتور آب میدادیم یا کاری کرده به یگان کاری یا که چیگید میشوندیم یا که یگانه میکردیم. من از 10 سالگیم در کلخوز کار کردم. بعد از اون خیلی تحویلچی و از صنف 7 بعدی که تمام کردن 7 کیلومتر از کلخوز تا در مکتب ناحیه را پیاده من زمستان و تابستان 1 سال صنف 7 من در ریان تمام کردم. سیمای مادر را همیشه به خاطر می آورد، زیرا در ایام نورسی اسکندر خردسال دائما همراهش بود. من یک عمکیم بود از جنگ برگشت آمد، الکی معیوب بود چون که یک چشمش الکی تیر زدگی بود. بعد
در یک چول گندم کشت، یک قریب یک زمینی، یک هکتار زمین گندم کشت. همونجا وقتی حاصل برداشتن جمع کردن حاصل همون مردی کارهاش 2 نفر بودن. ما هر نیمروزی با همراه مادرم برای همون مردی کارهای هوا چی میبردیم؟ خوراکه میبردیم. از جایی که ما میگذاشتیم بسیار خاک تصفان بود، ماه ایول. او خاک تخمینا حاضرم همون درجه هست. 45-50 درجه گرم است. پود اولا میکنیم. ما پای لوژ بودیم قطعی همراه مادرم. رفتیم یک جا که پای من سوخت، من دیگه طاقت نکردم. در یک پای چپم راست ایستادم، اینقدر در پای چیم مادرم رومالش گرفته با تگی پای من خواست که پرتاید که پای پسرم نسوزد. من خم شدم. همین لحظه چیزی در مینم زد که نخواستم پام در بالای رومال مادرم مونم. گرفتم رومالش در سرشون پرتافتم. کرته خودم کنده 2 پاره کردم. یک پارهش در تگی پای خودم موندم، یک پارهش در تگی پای مادرم که تا که من از همون مثلا سوزشی بسیار تصفان کمی نجات یابیم. و خیلی ایستادیم، یک 10-15 منوت در بالای همون پاره های کرته من ایستادیم، هم من هم مادرم. بعد فکر کردم، گفتم که آخه ما چقدر میستیم. بعد تیز یگانه راه همین که تیز حرکت کردیم. به هر حال چی خیلی که حرکت نکردیم تا پیش درآورها رفتیم، بینیم که پای من سوختن انمیقه اولا کردیم. بسیار میخواستم که معلم شوم. آموزشگاه پداگوژی شهر قربان‌تپه را تمام کردم. بعد من همون وقت‌های تجربه آموزی در قربان‌تپه من یک کلخوز فرستادن، یک مکتب صنف یکم. صنف یکم همونجا همه خیلی شدم که بچه‌ها نمیآیند. در بدر خونه رفته از دستاشو گرفته میارم. وای کودکا چه رومالچه در دستم بعضا لب و دهان سر بینیش تازه میکنم. ایجاد را دوست می داشت. هرچند با معلومات معلمی مکتب اولی را ختم نمود، مهرش دائما به پیشه روزنامه نگاری بود. پیوسته در همه گزیده های دیواری هم در آموزشگاه هم در انیورسیته مقالات چاپ میکردم. بعد در همون جریان تحصیل خیلی شد که همین مهرم به ساحه ژورنالیست که پیدا شد. خواستم با گازت جوانان وقت کمسمال تاجیکستان بود، همین جوانان تاجیکستان نزد محرش رفتم. لیکن رفتم بابا خدای داده بودم، گفتم که ما شما رو کار بگیریم، وزارت جنجال میکند، از وزارت یک خط بیارید که مثلا اجازه داده میشه. اگه وزارت هیچ وقتی کار نمیگن چون که معلم نمیرسد. ناحیه کویبش رفتیم. بعد یک تا ازاره مدیر معارف بود، حال دخترش سعادت و در همین تلویزیون کار میکنن. نزدشون رفتم. بعد گفتم که یعنی خیلی گفتن که آخه شما کادر همین رایون که اومده معلمی نکنید، بعد فرزندای خیش تبار شما رو کی باید میکنه؟ گفتم که ما همین خیلی که یک جای افتادی در دوشنبه من میخوام ژورنالیست شم. که از دکتر گذرید، دکتر سپراف کتیاد که آب و هوای همین ناحیه با این آدم مطابق نیست یا که امکانیتی کار کردن نمیتید. بعد ما در اساس همون سپراف که دکتر شما رو بعد به اختیار وزارت میفرستیم. خیلی کردن ما رو به اختیار وزارت فرستادن. وزارت گفت که آب و هوای اونجا موافق نیست، بدخشان میروید. کارگرای تلویزیون هر کدومش برای من مثل پدر من تربیت کردن. هر چیه که یافتم و دارم و فهمیدم و گرفتم این از تلویزیون بود. از کلکتیو تلویزیون من بسیار می‌ندارم، چون که از هر کس یک چیز می آموزی، خواه خرد باشد خواه کلان. مثلا همین حضرم همون لیتوشکا مجلسی هر هفته اینا لیتوشکا میگوین، همون اول سرزوی که همین روز دوشنبه است، در همون لیتوشکا بیشتر از 200 کس میشیشت. اونجا اوروس هم بود، یهودی هم بود، ازبک هم بود، تاتار هم بود، همه ملت‌های سابق اتحاد شوروی بودن. یک و ایش همین
اگه گندگیش بگم خیلی گندگی هم نه چون که اون زمان همین را طلب میکرد همه گپ با روسی میگذاشت هم یک کلمه با زبان تاجیکی میگفته از دل رپلیکا میپرداختن که با زبان روسی گوید ما نمیفهمیم مجلس ها با زبان روسی میگذاشتم همه حجت ها با زبان روسی بودن برای همین انا تلویزیون در تربیه هم معنوی و هم سیاسی من دو چیز اونیورسیت تمام کردم معلومات گرفتم لیکن عقل و فراست و تربیه عموما سیاسی و جهانبینی برای من فقط تلویزیون داده است و روزنامه تاجیکستان سویتی انا همین دو جو کاری گازت را ناز میدم 4 سال رفته بعد تاجیکستان سویتی حاضر جمهوریت ده اونجا مدیر شعبه شدم اسکندر میرزایف مدیر شعبه ما بودن در روزنامه تاجیکستان سویتی امروز جمهوریت و اون کس از تلویزیون به کار آمده بودن یعنی که یک روزنامه نگاری با تجربه و بسیار انسان نجیب هم هستن و مهربانیشون ما بسیار دیدگیم و در رفتی کار با اکا اسکندر بسیار سبک است بسیار خوب است در لحظه های وزین هم اولین بار وقتی که تلویزیون به کار در آمد بعد چند ماه شادروان استاد ترسونزاده آمدن از سفری که کدام از سفری خارجیشون هم آمدن و هم از سفر نقل کردن هم مردم تاجیک با کشاده شوی همه تلویزیون چی شبکه یکم حاضرت میگیم مردم تبریک کردن این یک ویش شناسوی ما دیگه 1 سال کار کردن بعد 1 سال با فکرم سال 1962 بود در همین پیشکی اعلان کردیم چند روز در همین تالار تئاتر اپرا بالت کنفرانسی تماشابینان شد تماشابینان تلویزیون شد همین قدر آدم بسیار آمد که تا او جای نشست و بسته بالکن و همه جا پر آدم شد یادم است رحمتی دیواتی برآمد کردن خیلی درباره ماهیت برنامه ها را تعلیق کردن خوبیش هم و بعضی نقصان ایرادا را هم گفتن بعد یک چیز در یادم آمد گفتن که میکروفون تلویزیون رادیو یک هیبت دارد که وقتی که اون اکوالی نو تلویزیون چشته در تلویزیون کم برآمد کردن گفتن که وقتی که من از رادیو تلفن میکنن که استاد یگان شعرهای نوتون باشه گرفته بیاید بخونه من رادیو میروم شعر همراه نمیگیرم شعرها رو خودم نویستگی از یاد میدونم کو میگم میروم در همون استودیوی رادیو میدارم وقتی میگه که ونیمانی نچلی شعرها از کلم پریده میروم انا چی گفتن من نمیدونم برای همین حاضر که دعوت کنن خواه در تلویزیون خواه در رادیو میکروفون چی همراه هم شعرها رو گرفته میروم چون که در وقتی همون سخن دادن شو هیبت میکروفون در حقیقت همه خیلی است من 20 چند سال همینجا مثلا چند 5-6 سال سرمحریر بودم 8 سال دیرکتر بودم 5 سال معاون رئیس بودم لیتوشکا میگذارم در همون لیتوشکا در همون منبر همون تالار هر وقت رو به هم میکروفون میشتم یک حسیات یک آدم یک حسیات مسئولیت که آیا همین قادم من نگاه دارن دهنم یک گپی مثلا نادرست میگوید در حقیقت همه مردم ایجادکاره یک همین قدر مثلا ناحق با برنامهش فرض کنیم بها گذاری میخواد دعوا میکنه که نه خیلی نبود همه همین آدمای نامدار جمهوری مثلا هم بسته‌کارا و هم ژورنالیست‌ها و هم اینا مکتب تلویزیون گذشتگی هم. وقتی که من آمدم در اینجا فیض‌الله انصاری سرمحریر شعبه ادبی بودن انا سبزانف کمپوزیتور بسیار مشهور تاجیکستان سرمحریر شعبه موسیقی بودن بعد ویا اینا طالب شهیدی و منای که طلب ستار همه همینا مثلا در شعبه موسیقی کار کردیم
بهرام فیروز، بابا حاجی، اسحاقی، اکابر شریفی نمیشه، میمون بختی، همشون مکتب تلویزیون گذاشته که هر سری چند وقت با عابد حمیدوف اولین دیرکتور تلویزیون تاجیکستان وا میخورند. موضوع صحبتشان حالا هم درباره تلویزیون است. کامیابی های امروز این ساحه را کامیابی های خود دانسته شاد میشوند. اسکندر میرزایچ همین خیلی کار سر کردن، خاکسار بودن که حتی کار اون کس با رفتارشان نامعلوم بود. همین خیلی بسیار بتمکین مدت 50 سال هر سال یک میرزایف میسازیدن. محرر کلان، بعد سرمحرر، معاون دیرکتوری سوری شدن، معاون رئیس شدن. در همین زینه های کار این کس صادقانه رفتار میکردن. بعد بسیار آدمی با عدالت بودن هم هستن. چون که اون کس بسیار همچون مربی رفتار میکردن کارگرها با. ژورنالیست باید گپش دانسته، در ترازوی عقل سنجیده، چند بار سنجیده. قلندروف یک چیز نصیحت داشتن میگفتن که ژورنالیست باید 10 تا فکت بگیره و 4 تاش استفاده برای 6 تا دیگه در کیسهش برای حمایش نگاه داره. انا میخواست وقتی که در تلویزیون مثلا برنامه فرمایشی یعنی زکزنوی میگن باشد و ژورنالیست ابرو نمیگیره. گپ در تلویزیون گپ حق نگوی، اگر گپی غرضناک ابروی ژورنالیست میریزونه. برای همین من هر وقتی که برآمد کنم در آخری وای به همقلمای جوان و به رفیقای ژورنالیست های جوان مراجعت میکنم که همیشه حقجوی و اسکندر میرزایف در مناسبت به همه مهربان است. از آن میبالد که دائما صافدلانه خدمت نموده است و پیر و برنا حرمتش را به جا میآورند. منمنی میشه اگر بگم که در این 76 رفتم، همین سال 50 سال رسا میشود که سابقه کاری منم. یک تینی دولت یا که یک تینی یک هست بیره هم من در یکان جا صرف نکردم یا از خود نکردم. شاید از همین باشد که من وقتی که مثلا در صحنه تلویزیون میدرم شناس میاد، پیشواز میان زیارت میکنن، سلام میکنن، پرسپاس میکنن، من از این افتخار سرم به آسمان میرسم. اگر من ناحقی یا دیزی میکردم میگفتن که اونها همه را جزیر کردی، انا همه آدم واقعا هیچ از یادم فراموش نمی شود. وقتی که ما با پدرم در صحن حولی تلویزیون تاجیکستان پیدا شدیم، مردم زیاد گرد پدرم جمع آمدند. یکی مصلحت میپرسید، دیگری یگان پرابلم را حل میکرد، سیومی از احوالشون پرسان میشدم و من افتخار میکردم که چنین پدر دارم. اسکندر میرزایف هر لحظه عمر را غنیمت میشمارد. ثمرناک استفاده بردن وقت به پیشرفت کار شخص مساعدت میکند. میگن وقت رفت نقد رفت. وقت باید هر لحظه استفاده برد. مثلا نویسنده باشد در همون کاغذ قلمش، دهقان باشد در زمینش، مثلا انجینیر باشد در ساحه مثلا اختراعاتش. وقت عمر آدم از وقت عبارت است. یک لحظه عمر آدم برای آدم غنیمت است. برای همین وقت قیمت دانستن در کن.
لحظه کشوده شوی بهارستان تو وقتی رفتم که یک آدمی مثلا بسیار یک عادی خاکسار وا خوردیم و هم صحبت شدیم و کتابا رو تقدیم کردم من همین لحظه را هیچ از خاطرم نمیبرم چون که بعد اول چند کسی که من دید ها موتر در فلان جا دیم موتر همراه پرزیدنت دیم من راسته بعد دیگر اینکه چند تا مثلا مکافات ها دارم یک مدالی برای مهنت شایان و یک افتخارنامه به امضای همون کس گرفتم من اونا رو بهترین و قیمتترین تحفه مهنتیم یا که قدری مهنتیم حساب میکنم همین لحظه ها رو من در حیاتم هیچ فراموش نمیکنم زمانی به اتاق کاری استاد وارد شدیم او را مشغول ایجاد دریافتیم معلوممان شد که اندیشه‌هاش را درباره هنرمند زنده‌یاد ظفر ناظم روی کاغذ می‌آورد. واقعا اسکندر میرزایف در طول فعالیت ایجادیش با بزرگمردان کشور همکاری‌ها نموده است. می‌خواهد کارنامه آنها به نسل نورس نمونه عبرت باشد. همین ما یک طبیعتاً خیلی وای داریم که آدم در زندگیش قدر چندان قدر نمیکنه. خیلی میگیم که خیلی او هم مثل من انسانه. نیکی فکر نمیکنیم که او هم انسانه نیکی انسانی بزرگه. من به درجه او نیستم. برای همین وقتی که من چندین این چیز در یک ظفر نه در چندین دوستان سنجیدم. من یک دوست دیگه داشتم از اینجان یوسفوف که یک قریب 60 سال 50 سال باز نه قریب 60 سال چه اگر از یکم روزی دانشجویی ما وای کنیم 55 سال ما دوست بودیم تلفن میکرد او هم شوخی میکرد منم شوخی میکردم که بعد که رفت من در سری پیش از مرگش رفتم او همین دستم قپید بوسه کرد و بعد سر جنبان خیال کردم که گفت که جدا میشویم خانه آمدم راستی گفت تا خانه را اشکام ریزان پگهش علاکه خبری شما آمد که از حیات گذشتیم من گریستم من یک چند بار گریستم در رفقای نازم درباره ظفر من در همین سرسخن وای کردم که درباره ظفر چند بار در زندگیش چی کردم نه که جرأت نکردم کوشش کردم و جرأتی نوشتن نکردم گفتم که آیا من این ظفر است اینا باید صنعت شناسی درجه عالی بگیرد وقتی که نوشتنی شده و پهلوهای ایجادی باید شده بتی تحلیل کنی من مثلا فقط میتونم یادداشت‌های اونایی که وا خوردم و مثلا دیدم و بعضی چیزا درباره من ایجادیات این من یگون کلمه گفتن نمیتونم حاضر یک سرود میخواند در نزد هیکل مادر حاید گل میمونه انامورا در دوره دیرکتوری من سال 77 انور غیبلایف گرفته گیدم انور غیبلایف گفت که 3 مرتبه دسته گل خطیر رفت نزد ما هیکل چنان فیغان کرد گریست که گرفته نتونستم دفعه 4 گفت منم گریان شدم بعد دفعه 4 گفت بعد او را آرام کردم خودم آرام شدم و رفت و با وجود همون اشکاش ریخته فیغان نه بعد گفت گرفتم همونه بعد گفت که در حاید میگیرد در ورزاب میگیرد در رامید میگیرد در سر یک حوض است در کلخوز کمونیسمی ناحیه کنسنگیر همونجا در نزد کلخوزچو و در همین 3 جا من قریب تخمینا 2.5-3 ساعت کنسرت اینا ثبت کردیم بعد 1 ساعت و 20 دقیقه اش رو تنظیم کرده با افیر دادن دیگه شد بعد همش در یک فیتا چی کردم دست دادم اویلا اساس جمعیت و تربیه سالم نسل نو است وظیفه اساسی اهل خاندان است میگوید اسکندر میرزایف در لحظه های فارغ از کار با نبیرچه دوسترویکش ایرج به تماشا میبراید صحبت و گشت و گذار با او از جمله بهترین مشغولیت هایش به حساب میرود
аҳли хонаводаи Искандар Мирзоев бо сарвари оила, падари ғамхору бобои меҳрубонашон ифтихор доранд. дар ҳар кор бо ӯ маслиҳат мекунанд. аҳли хонадон мехоҳанд ки наберагон касби бобоиро пеша кунанд. падарам барои ман ин як шахсияти бузург ҳастанд. ман ин касро ҳеҷ вақт падарарус гуфта наметавонам, чунки вақте ки ман дар ин хонадон келин шуда омадам, ситорааш чихел ба ман бисёр маъқул шуд. бисёр одами батамкин, фурӯтан, донишманд, бисёр хислатҳои хуб доранд. вақте ки ами 1-2 моҳ гузашт, мо бояд зодрӯзи ин касро ҷашн мегирифтем. як чиз ҳеҷ аз хотирам намеравад ки ман дар овони хурдсолӣ аз меҳру муҳаббати падарам маҳрум мондагӣ будам. баъд мо вақте зодрӯзи ин касро ҷашн мегирифтем, ҳамин маълум шуд ки 23 март будааст зодрӯзи ин кас. раҳмати падарам ҳам ҳамин рӯз буд зодрӯзаш. ва меҳру муҳаббати боқимондае ки падарам ба ман надода буданд, ин кас барои ман доданд. дар бораи ин кас ман бисёр чизҳои хуб гуфта метавонам. бисёр бобои хуб ҳастанд, меҳрубон, фарзандони моро ҳамчун гавҳараки чашм нигоҳ медоранд. бобои мо Искандар ҳар гаҳ дар ояд аз дар, ҳама дигар мешавем, меҳрубонтар мешавем. медонед бобоям кист? бобои мо журналист. бобои мо пуркор аст, шабҳо ҳамӯ бедор аст. шабҳо нахуфта бояд нависад ӯ ҳикоят. бобоҷони азизам ҳамеша бо мо бошед, шоду хандону фирӯз соябони мо бошед. хурсандам ки чунин бобо дорам, барои он ки ӯ беҳад шахси меҳрубон, дилсӯз, ғамхор мебошад. дар рӯзҳои вазнин бобои мо ҳамеша бо мо ҳаст. ӯ моро дастгирӣ мекунад, насиҳат мекунад, маслиҳат медиҳад. имсол ба хатми донишгоҳ барои Искандар Мирзоев ва ҳамсабақонаш 50 сол пур шуд. вохӯрии шарикдарсон иди ҳақиқиеро мебарад. як чизи аҷоиб ҳамин аст ки дар ҳамон давра ҳамаи кардагони мактаби миёнае ки мо омадем, ҳамаашон худашон омада буданд. аз қафои онҳо ягон нафар одам набуд, бетавои амак омаданд ва ҳама даромад хонд. чизи аз ҳама зиёдташ ин буд ки дӯстии байни мо хеле мустаҳкам буд. бинед 50 сол гузашт, ҳоли шумо шоҳиди он ҳастед ки мо бо якдигар чӣ гуна меҳрубонона ҳамчун хоҳару бародар будем. 5 сол мо хоҳару бародар будем, ҳеҷ кас намедонист ки вай аз куҷо. имрӯз ҳам ин ҳамсабақон дар ҷабҳаҳои гуногун фаъолият менамоянд. ҳама иброз медоранд ки шарикдарс будан бо Искандар Мирзоев барояшон ифтихор ва сабақи бузург аст. боре нашуридам ки Искандарҷон дар суҳбатҳоямон касеро ғайбат карда бошад. вай ҳамеша тавсифи дӯстону рафиқонро мекунад ва ҳар кас ки агар доир ба касе ягон сухани ноҷо гӯяд, онро ҳатман ислоҳ мекунад ва онро сахт ҷанг ҳам мекунад ки мо бояд ки бо ҳам дӯст будем. ин кас васлгари дӯстонам ҳастанд.
و همیشه با دوستان رو با هم وصل میکنم. همیشه مثلا از احوال دوستان با خبر میشم. اسکندر میرزایف را همچون شخصی آبرومند، مهنت دوست، حلیم و خاکسار همه دوست می‌دارند. همیشه در پی ایجاد و کار است. اندیشه‌هایش را در کتابش نگاشته است و همه روزه فکر و ملاحظه‌هایش را پیرامون نمایش و گفتارها به هم پیشگان ابراز می‌دارد. تلویزیون تاجیکستان من در ظرف 48 سال عرض وجودش من به همش معرفی کردن که آدمینزاد چخیلی که در عرفیت میگویند وقتی که به دنیا میباید و از دنیا میرود ایز پایش ماندنش در کار که مثلا من گمان میکنم که همین کتاب ایز پایش حساب میکنم من چون که از خودش یک نام نیک مانده. رکن چهارم درباره تاریخ تلویزیون تاجیک نوشتن بسیار اگر خوانید یک ذوقی بسیار بلند میبرد در چخیل تلویزیون تاجیک تشکیل شد، چخیل ترقی یافت و همه این در پیش نظری همین شخصی بزرگ، شخصی من عالمم میگم خطا نمیکنم، در نظر شخص همین همچون عالمی ساحه تلویزیون گویم میشود هم و بغیر از این من به قریبی یک کتابچه نوشم مطب رسید، لطفی سخن درباره مردان آبرومند تاجیک در این کتابچه سخن می رود و من با یک بسیار توجه زیاد و یک ذوقی کلان من این کتابچه را خوانده برآمدم و من باور دارم به همه آن کسی که به کتاب ذوق دارد من مصلحت میدم که همین کتاب را خوانده برآیند. اسکندر میرزایف دویم تلقین میکند که نورسان باید نسلی آبادگر و سازنده باشند و از هر موفقیت وطن و فرزندانش خرسند میشود. تاجیکستان ما باز هم زیباتر شود. بیرق تاجیکستان مثلا جوانان، اون جوانانی که در ساحه ورزش هر روز میبینیم، وقتی که یک جوان برای یک قابلیت یک جوان بیرق یک دولتی مثلا کلان برداشته میشود، آدم از حسیات در بدنش مورچه می‌گیرد. افتخار پیش از اون که افتخار میکنیم که من تاجیکم، من تاجیکستانیم، ملت من ملت تاجیک است. من در مسکو وقتی که کورسی تکمیل اختصاص یک ماه رفتیم، یک فیلسوف بسیار مشهور گفت که در جهان قدیمترین خلق این تاجیکا. همه گشتن من نگاه کردن. من افتخار میکنم البته که من ملت من همین خیر ملتی با فرهنگی مثلا با نماینده های بسیار مشهوره که تمام جهان آنها رو میشناسن. باید آدم خودشناس باشد، پیش از همه خودشناس، قدر خودش داند و قدر دیگران برسد.